جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. السلام علیکم دوستان عزیز، بیننده های عزیزی ما. امروز ما قرار داریم در خانواده جابرمک برای تبریک کردن فرزندشان جهانگیر اکا از نام آن نفرانی که سیر است همراهشان میپرسیم کنه از دلشان که میبراید. البته امروز این تبریکات ما غیر چشم داشت است و پیشکش شما میکنیم. با ما باشید، با شبکه شاهنان با سر میکنیم. رفتیم. دوستان، همسیفان، خویش و تبار نزدیکان، مهمانان خانواده جابرمک، مامی خاله، همه شمایان را به جشن زادروز جهانگیر اکا خوش آمدتان میگوییم. اگر بمال باشه اگر به نظر جهانگیر اکا را تکلیف میکردیم، همراهی مامی خاله، همراهی جابرمک و البته فرزند شیرینشان دلیربانو. یک تا قرصک میزنیم، جهانگیر اکا را تکلیف میکنیم. مرحبا جهانگیر اکا، مرحبا شما را به نظر تکلیف میکنیم. مرحبا مامی خاله کنیشما، صاحبی خاندان مامی خاله مرحمت. السلام علیکم جهانگیر اکا، زادروز مبارک، روز تولد را مبارک باد میگیم. امروز انامی که آمدگی ما معلومی نمی انامی که آمده از نام آن نفر که شمای لغزتان، شمای شریک مهنت حلالتان، یادیتان به آنها بسیار نیکی هایتان به آنها رسیده است. این رمز تشکر است برای شما از نامی که آمدگی باشیم. و فکرم برمون انسان ها دستی یابی برسانند، خاطره شما نامایز است. از نام سنجرکه که در مسافرت هستند، یک تا قرصک زنیم. از نام سنجرکه که امروز جشن زادروزی دوستی من، جوره من، آدم که بعد مسافری و برآمد قدر همدیگر را میرسید است. همین وقتی مسافر و دوست که دشمن که میفهمید است. من حیات پستی و بلندی هاش بوده است. در پستی های بلندی دستی ما را گرفته، برای من جوره بهترین، جوره جانی، دوستی مهربان شده مرا دستگیری کرده است. هزار رحمت، زادروزش مبارک باشد. جورگری من جهت کنده نباشد. برایش رسانید که همیشه مانند امروز دستش شاد باشد. پدر مادرش به هزار رحمت برای تربیه این خیلی فرزند. با این خودم البته همراهی جورهشان صحبت کردیم. این خیلی دوستات هم هستند در حیات و در حقیق، در تمام زندگی. البته این خیلی فرزند را به ما رسانده. خدا کند که همیشه دوستانتان در اطرافتان فراموده شود. باز گفتم که در نزدیکی صاحبی کلیدی در جنت شد. من گفتم بله صاحبی دختر شدم. نامشان را بسیار هم زیبا کرده، گفتم که دلیربانو نام نهادند. خدا کنه که دخترکش هم تولد شود. تولد شدن فرزندش مبارک، زادروز خودش مبارک باشد. گفتم از نام سنجرکه، از نام تمام دوستان شما تبریک میگویم. سنجرکه میگویم گیاهی تشنه‌ام باران ای دوست، گیاهی تشنه‌ام باران ای دوست، مرا بیمارم تو درمان ای دوست. مرا دل میکشد بر صحبتی تو، تمنای دلی پسمانی ای دوست. و جان همتا نباشد لیک دانم تو بر من جانی 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 ای دوست. راحت بینم به لب آید تبسم تو چون خورشیدی درخشانی ای دوست. روز زادروزتان مبارک، روز تولدتان مبارک باد میگیم. باید خانم امروز خاندانتان روز خرسندی بوده است، بسیار زیبا بوده است. از نام سنجرکه که جلوی جامعهشان
برای شما برای جاویرمک هم هزار رحمت میگیم. برای چنین فرزند اصیل را بابایی رساندگیتان. البته ما هر بار دوستان را تبریک‌گویی می‌نماییم با شما و این انسان‌ها، انسان‌هایی که خودشان صاحب مال و ملک هستند و کس باز دست یاری می‌رسانند. این انسان‌ها هستند. این همش زحمت و مهنت حلال شمایان است. هزار رحمت برای شما. البته مادر جهانگیر برای من نیز مادر هستند. دکتر سنجرکه برای شما یک دستگیر زیبا از نام خودشان از نام همسیفان و دوستان برای شما تقدیم می‌سازیم. میهمانان خرسک می‌زنیم. گلدسته را برای میهمانان می‌سپاریم. مبارک باشد. مبارک باشد. با چنین خصلت‌های نیکش ثواب بسیار و لایق شد جوره من. خدا کند که به زیارت کعبةالله همراه رویم. یک گفتگو شد من خیلی انسانم به هیجان آورد که سنجرکه گفتم این دنیا دنیای غنیمت است. برای مهمانان گویه ای دوستان جانی با هم بودن غنیمت، یک لحظه شاد و مسرور بهتر بودن غنیمت. عمری روان است خواهیم یا نخواهیم، صد شکر زندگانی بهتر بودن غنیمت. و حالا هم خیلی یک دم گفتن که بسیار هم خرسند شدم. این دنیا غنیمت است. هر کس که آمد رفتنش انیق است. خدا کند که 120 ساله شویم، اما ما به درد و هم پیر شویم و بعدی که رفتیم همین جلوه همسیفان نزدیکان هم ما در جنت دیده و دیده رسیدن ما نصیب کنند. گفتن بسیار خرسند شدم از چنین گفتنی هایشان. البته برای شما در روی دنیا از همه کتابی که من بهاترین را همچون طرفه آماده کردیم. کتابی قرآن را قبول کنید. جهانگیرک و همه کتاب را داری دیده میکنید. البته شدروزک شیرین را پیشتر میبراریم. کارت را یک جوی شیرین را میبریم از آن تناول میکنیم. امروز بس میزه با روزی خورسندی را دوام میکنیم. مرحبا. شما نظم یواش شما نزدیک برسید. شما با هزار
رحمت برای تبلیغ چنین سه پسری پهلوان، چنین سه پسر که همشون در خدمت وطن هستند. انسان‌های خاکسار، صمیمی، دلیاب و البته سلام علیکشان در جای است. این با مهنت حلال شما، با تربیت شما و مامی خاله البته به چنین درجه ها رسیده. برای شمایان هزار رحمت می‌گوییم. امروز جشن زادروزی فرزند 30 سالگی جهانگیر اکا شده ایستاده است. یک تبریک بگیم فرزند عزیز را. مرحبا. خیلی خاله تبریک بگیم. مرحبا. السلام علیکم مهمانان عزیز، خدایان به عزت. اول شمایتان به این روزی زادروزی نوره داماد عزیز من و روزی اکتاپوی ایوره عزیز من هر خدایان دلیلی دیده تاجیستن. من از خودم استفاده میکنم این بار با روزی زادروزشان از صمیمی دل تبریک گفتن و اینها عمر دراز، رزق فراوان و بخت سفید، آرزوهایی که در دل لایم جامعه عمل کشد، میرای ازم، دخترک ازم، پیرزجامتی خوشد پیر شد، پیر و دولت شد، الهی با این بچه هاشون بسیار شد، با همین خیلی روزهای میگرم پیشواز میگم شما هم یکاتون رو به همین خیلی روزهای میگه که بسازی رسانت کنم. رحمت تشکر میگیم. زادروز مبارک. پسی مبارک باشد. زادروز مبارک. البته جهانگیر اکا میرزا پرسونزاده فرموده است تا توانی دلستان را راهون مکن، دلستان مهربان راهون مکن. در جهان بی دوست گشتن مشکل است، مشکل آسان کن کسان راهون مکن. دوست آگد سخت در آغوش گیر، رسم خوبی تاجیکان راهون مکن. البته از این صورتهای شوخ می شود. همه مهمانان پیش از آن دوستان و همسیفان جایره ها را تکلیف می کنیم. بجای خودشان بجای سنجرکه می رقصن، پرسنده می کنند، شادیانه می کنند. امروز جشن زادروز را بالا یک درجه اعلی میگذرانیم. مرحمت صورتهای شوخ. سنجر جان میخوام رحمت کلام الهی که هم بیاد توی اکایتی هم کنه رجلی تو با ما خدمت کنیم رنگی تو رحمت کلام. رحمت تشکر. مرحمت صورتهای شوخ برای امروز مهمانان می رقصیم، پرسنده می کنیم. جهانگیر اکا زادروز مبارک. مرحمت. Come on,
İşte nemiشه
من بیننده های عزیز، تماشابینان ما، امروز روز خرسندی را، امروز شام را نیز همراه شما با هم دیدیم. میگویند دل کسی را شاد کردن به زیارت کعبه الله برابر است. امروز از نقطه کار خود برآمدیم یا نه؟ شما البته با لایک های خود، با کامنتاری های خود، با محاکمه های خود برای ما عیان میکنید و البته امروز جشن زادروز را برای جهانگیر اکا مبارک باد میگویم. امروز تبریکات ما از نام سنجر اکا که در مسافرت هستند و امروز دوستی عزیز را خرسند کردند. با ما باشید، با شبکه شهنان. رحمت.